سینما وقتی سینماست که کاری رو انجام بده که فقط اون میتونه انجام بده. سلام بچه ها، خوش اومدید به کانال ما. من محمد حسین صادقی ام و توی این قسمت قراره با همدیگه در مورد آوانگاردهای سینما با همدیگه صحبت کنیم. خیلی سریع بریم سراغ اصل مطلب. وقتی از آوانگارد داریم صحبت میکنیم، در واقع داریم از هنرمندایی صحبت میکنیم که همیشه یک قدم از زمان خودشون جلوتر بودن. اونا جلوی جریانهای اصلی سینما واسطادن و گفتن که میشه یه جور دیگه نگاه کرد، جور دیگه ای روایت کرد. در تاریخ سینما جنبش‌های آوانگارد یا آلترناتیو همیشه نوعی واکنش در برابر سلطه‌های هالیوود بودند. به همین دلیل شناخت مسیر شکل‌گیری این جنبش‌ها یعنی شناخت ریشه‌های شکل‌گیری اندیشه‌های خلاق در سینما. اولین موج آوانگارد در دهه 1920 در فرانسه به رهبری لویی دلوک شکل میگیره که اونها 3 مسیر اصلی رو تجربه کردن. اولین مسیر میشه سینمای ذهنی یا امپرسیونیست ها، جایی که فیلم ها به دنیای درونی کاراکترها سرک میکشن، نه آنچه فقط دیده میشه بلکه اون چیزی که داره حس میشه، مثل فیلم مادام بوده خندان از ژرمن دولاک. دوم سینمای ناب یا پیور سینما. در این نوع سینما قصه کنار گذاشته میشه و خود تصویر شروع به آفریدن معنا میکنه، جایی که فرم، حرکت و ریتم میشن زبان اصلی فیلم، مثل فیلم آنتراک از رنه کلر. حالا هدف چیه؟ هدف اینجا میشه رسیدن به سینمایی که خودش رو تعریف کنه. و سوم سینمای سورئال. اینجا خیال و ناخودآگاه جای عقل رو میگیره. فیلم هایی مثل صدف دریایی و مرد روحانی از ژرمن دولاک یا سگ آندلسی از بونوئل. ذهن رو با رویا و غریزه روبرو میکنه، درست در جایی که منطق از کار میفته. یان کریستی، پژوهشگر سینما، آوانگارد ها رو به 3 دسته تقسیم میکنه. 1 امپرسیونیست ها، 2 پارتیزان های سینمای ناب و 3 سورئالیست ها. چند دهه بعد در دهه 60 میلادی در شهر نیویورک جنبش دوم آوانگارد شکل میگیره. هنرمندانی مثل مایا درند، استان بریکیج، اندی وارهول و کنت انگر به عنوان سینماگران زیرزمینی شناخته شدند. مایا درند نخستین کسی بود که از سینمای آوانگارد آمریکا سخن گفت و اون رو به یک جنبش واقعی تبدیل کرد. آوانگاردهای دوم از فاصله گذاری برشت در تئاتر و مونتاژ آیزنشتاین تاثیر گرفتن. فیلم هاشون به خود فیلم اشاره می‌کردن، به ساختن، به فرایند، به نگاه. همون چیزی که گودار میگفت ساختن فیلم‌های سیاسی به روش سیاسی. و در نهایت میرسیم به آوانگاردهای سوم یا همون آوانگاردهای روایی سینما که به اکریتور سینما مشهور شدند. اینها بیشتر بر رمزگان سینمایی کار کردند و ایده ضد سینما رو بر پایه اندیشه‌های ادرونو به اجرا گذاشتند. فیلمسازان فمینیستی مثل شانتان آکرمن با ژان دیلمان و مارگارت دراس با آواز در هند از چهره‌های شاخص این جریانند. اما پیش از پرداختن به نظریه پردازان سینما باید 2 اصل مهم رو در نگاه ذات‌باورانه فیلم به یاد داشت. اول، فیلم باید برای هدفی ساخته بشه که با اون سازگاره.
مثل ثبت حرکت. و دوم، نباید کاری انجام بده که رسانه‌های دیگه اونو بهتر انجام میده. سینما وقتی سینماست که کاری رو انجام بده که فقط اون میتونه انجام بده.